امروز قراره ببینید که توی یه روز کاری من چی کار میکنم. اول از همه صبحانه‌مو خوردم. به به. قهوه‌مو مشاهده میکنید. بعد ناهارمو برداشتم که میرم سر کار گرسنه نمونم. و رفتم به سمت محل کار. شروع کردم به مرتب کردن وسایل و چیدن ست بیمارا. اینجام دارم فرزا رو میشینم. اینجوری نگاش نکنیم، خیلی کار سختیه. ضد عفونی کردم و اینجام که منظره بیرون رو مشاهده میکنید. هوا به شدت فوق‌العاده بود. رفتیم برای شروع کار و اینجا انقدر شلوغ بود که من اصلا فرصت نکردم هیچ فیلمی ببینم. داغونم، خیلی داغون و خیلی خسته. بعد تصمیم گرفتم که ناهاری که برای ناهار آورده بودم و به عنوان شام بخورم. دندونم درد میکنه. بعد رفتم شروع کردم وسایل رو شستن و استریل کردن. یه بستنی خوردم و جمع کردم و رفتم به سمت خونه.